سخن نفرانی که از پول و مال دنیا مغرور گشته سخنان کفر گفتند و بر ضد خالق خود عصیان و طغیان کردند و عاقبت پشیمان گشتند، اما فایده اشان نکرد. نفری که مهندسی کشتی تیتانیک بود، وقتی که کشتی تیتانیک را ساخته تمام کرد و روزنامه‌نگاران را دعوت نمود، یک روزنامه‌نگار از او پرسید آیا این کشتی برای سیاحت به خطر است؟ در جواب مهندس گفت این کشتی آنچنان به خطر است که حتی خدا او را غرق کرده نمیتواند. نعوذ بالله. مدت پس هنگام اولین سفر با خواست الهی کمترین مخلوق الله، یعنی یخپاره در مکانی که گویا در آنجا باید یخ نمی بود پیدا گشته، این کشتی را سبب غرق شدنش گشت. سیاستمدار برزیلی دی ایمیدو نیویس هنگام انتخابات پرزیدنتی چنین سخن کفر گفت: اگر من از حساب حزب خود 500,000 آواز به دست آرم، حتی خدا هم پیش پرزیدنت شدن من را نمیگیرد. نعوذ بالله. او در حقیقت در انتخابات آواز زیاد گرفت و پرزیدنت هم انتخاب شد، اما یک روز پیش از قسم خوردن و به سر قدرت آمدن مرگ نگذاشت که او پرزیدنت شود. ارتیست نامدار امریکایی از شهرت و پول و مال مغرور گشته سیگارت را درگیرانده دودش را به سوی آسمان پوف کرد و مسخره کنان گفت: ای خدا، این برای تو. مدتی کوتاه نگذشته او بیماری سپید گشت و جوان با درد و رنج زیاد مرد. پسر میلیاردر کودکان افلاس و در آب لای آب بازی میکردگی را دید و چنین گفت: از چنین کودکان افلاس و بویگین داشتن را برای من کودک نداشتن بهتر و افضلتر است. او 5 مرتبه عائله برپا کرد، اما از هیچ یک زنان صاحب فرزند نمی شد. پول و مال زیاد هم صرف کرد، لیکن او را فایده نکرد. او خواست با راه گذاشتن حجیره ها به زن کودکدار شود، اما حجیره های او مرده بودند و از پشت او کودک نمی شده است. عبرت بگیرید دوستان. این است سزای آدمانی که از بالای پول و مال و منصب مغرور شده سخنان کفر میگویند و یا حتی ضد خالق خود جنگ اعلان میکنند. قصه فرعون و نمرود، قارون، ابو جهل و ابو لهب و دیگران که شرمنده و روسیاه و پشیمان از عالم هستی به عالم برزخ یعنی به قبر رفتند، برای ما درس عبرت است. مولوی جنونی می فرماید: ای کف خاک به این هستی تمنا چی کنی؟ استخوان توده نظر با قد و بالا چی کنی؟ چشم شهلای تو روزی که خورد مور لحد، بر رخ آینه هر لحظه تماشا چی کنی؟ اصلت از قطره منی، لایق تو نیست منی. میگد اصلی تو از یک قطره آب منی است. این منی و منم گفتن این کاری تو نیست. از رهی بول شدی کبر و منی ها چی کنی؟ تو همان جیفه‌ای، این حسن و جمال تو از اوست. باش خاک در او میل به بالا چی کنی؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.